آب خنک پنج شمال فورم کوهی نمک خواجه مومن و زحمت مرد دهقان در این دامنه کوهی نمک انا همین گونه محصولات ها شیرین و از لحاظ اکولوژی تازه پرورش یافتند. اما که میمون دوست طول یک چند سال می شود که این زمین ها رو استفاده می نماید. حاصل خوب به دست می آورد. از فایده زمین با قناعتمندی گپ می زند. یکم حاصل گندم کام. دو بونکر یک 5 خوبچه 6 خوبچه گرفتم گندم. های شکر خوجگی دا میرسه. حالا جلو بعد اور چی گرفتیم؟ کا گرفتیم؟ سفیلش کا. اینا بعد جفت کردیم اینا پیش تکرار جگوری کردم. جگوری نمی خطایی 35 کیلو آوردیم شنودم. اینا جگوری هم خریب از اونی بلند شدسته. کم تر علاوه لغت که اینا همسورا تقسیم کردیم چوبک کشته. بعد چوبک جلو چی میتونیم؟ دورو میتونیم اوزخا. درآمد جگوری را میچینیم میگیریم جورا 4 تونه 4.5 تونه جگوری سوتا میگیریم نمیفروشم نکی آرد میکنم میارم خانه دا گورا میتونم بعد نه جیکشا میفروشم برگشا همسو میگیرم. در این زمین ها مهماندوست سید احمدوف اولوی کار میکنند. به قدر زمین رسیده هر یک وجب آن را ثمرناک استفاده میبرند. در این زمین جواری مکه کشتی دوم است. مهماندوست فایده کشتی تکراری زمین را دیده است. او میگوید که کشتی تکراری این فایده صاف برای دهقان است. در کارکرد بین ها همسایه ها را به کار موسمی جلب نموده است. در کارهای صحرایی او را همسرش همراهش است. همراه مهنت کرده از برکت زمین زندگیشان به مشکلی با قناعتمندی و خرسندی گذشته ایستاده است. چند ساله که همینجا عبرت از زندگی میکنیم. بچه‌ام قطع مردکم قطع کلنو قطع هم مکسه همین پامیدور میکنیم با درینگ بلگاری و همه چی میکنیم سودا دا میبریم سودا میکنیم. زندگی همین صبح تربوز خربوزه را و کروب گشنی چند ماشه تخمش هم میگیریم خلطه میکنیم مینوسیم میمانیم کی در کار خانه میآید سراغ کده میآید اپای سایرم کروب دارن گشنی دارن خربوزه چی دارن تخم دارن گفته کی در باشه میتیم. در زمین های خوجگی های دهقانی حدود دهات توگرک ناحیه واسه مثل امک مهماندوست این شب و روزها خوجگی داران مشغول کشتی تکراری می باشند. برای کشتی تکراری شرایط امکانات های مساعد فراهم آورده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید